آغاز یک هفته دیگر رو به همه شما بینندگان عزیز شد باش میگم. امروز 18 می و ساعت به وقت پراگ 7 صبح است و حالا فرصتی است که من برایتان اخبار داشتور جان رو معرفی میکنم برای آنکه روزتان رو با رادیو زودی آغاز میکنید می‌نداریم و حالا رو میارم به خبرها. روز گذشته نیروهای پلیس تجمع ساکنان ضرر دیده از سیل را در نویه خراسان پراکنده کردند. 10 نفر از 2 دهه نویه خراسان که بر اثر اومدن سیل خانه و در و زمین‌های خود را از دست دادند، روز 17 می با نشان اعتراض راه باختر دوشنبه را بستند. برخی از مردم جمع آمده در صحبت با رادیو زودی گفتند آنها می‌خواهند مقامات نویه هرچه زود به سرنوشتشان توجه کرده برای برقرار نمودن خانه و در یاری رسانند. مقامات نویه خراسان میگویند باید اول خسارات خانه های ضرر دیده حساب شود و بر اساس آن به مردم یاری پیشنهاد میگردد. به گفته ساکنان بر اثر آمدن سیل باری چندم است که خانه و زمین های کشتشان خراب می شود و مقامات هم به جز وعده عملا کمک نمی کنند. در این باره امروز در برنامه خبری گزارشی مفصل خواهیم داشت. در ضمن وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر میدهد که در نتیجه آمدن سیل در نویه خراسان 2 نفر جان باختند. به قول منبع در این حادثه خالبوی بیگ مراتیف 55 ساله از جماعت هلالی و قمریدین کمالفی 64 ساله از جماعت عینی نویه خراسان به هلاکت رسیدند. باید گفت که خراسان از نویه‌های آسیب پذیر در برابر آفت‌های طبیعی بخصوص سیل می باشد. سالهای گذشته نیز آمدن سیل به این نویه ضرر زیاد رسانده بود. بار آخر در ماه مارس امسال یک ساکن نویه خراسان در وقتی آمدن سیل به هلاکت رسید. وزارت تندرستی خبر داد که تا شبانه روز دیروز در تاجیکستان بیش از 200 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شده، 3 کس دیگر جان باختند. تعداد عمومی گرفتاران به کرونا ویروس نو تا شام 17 می به 1524 و شماره جان باختگان از این بیماری به 39 نفر رسید. متخصصان و تعداد زیادی از مردم به درستی امور رسمی شبهه دارند و میگویند ممکن است تعداد گرفتاران و تلفات از بیماری در تاجیکستان زیاد باشد. وزارت تندرستی تاجیکستان عین زمان گفته است بیش از 490 نفر شفا یافتند و به خانه هایشان جواب داده شدند. هرچند معلوم نیست که آنها شفا یافتند و یا بنابر سبک بودن بیماری برای ادامه معالجه به خانه رخصت شدند. با اطلاع رسمی در بیمارستان ها 4196 نفر زیر نظارت پزشکان می باشند. عین زمان آزمایش ها برای معلوم کردن سرایت ویروس فقط در شهر دوشنبه انجام می شود و متخصصان قادر بودند حد اکثر در یک روز از 200 تا 250 تشخیص انجام بدهند. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان که به التهاب شوش گرفتار شده بود بعد از معالجه از بیمارستان جواب شده است. محمد طاهر زاکرزاده به گفته وزارت روز 5 می با تشخیص بیماری التهاب شوش در بیمارخانه کلینیکی شهری بیماری‌های سیرتی شهر دوشنبه وارد شده در آنجا معالجه می گرفت و اکنون به خانه رخصت گردید. قبلا سر و صدا بود که رئیس پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان گرفتاری کووید 19 شده است. هرچند وکیلان مجلس نمایندگان میگفتند که این سر و صدا واقعیت ندارد. سعید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان در صحبت با خبرگزاری از امروز اعتراف کرده است که به بیماری نو گرفتار شده بود. همچنین وزارت تندرستی میگوید یوسف رحمان دوستان کل تاجیکستان را که یک هفته پیش گرفتار التهاب شوش شده بود معالجه کرده و از بیمارستان جواب دادند. وزارت شام 16 می با نشر یک بیانیه رسمی گفت که یوسف رحمان را روز 9 می با تشخیص التهاب دو طرفه شش‌ها در مرکز ملی علمی عضو و بافته انسان یکی از شفاخانه‌های معاصر تاجیکستان بستری کردند. در تاجیکستان تا کنون هیچ وقت دیده نشده است که یک بار افراد زیادی به التهاب شش گرفتار شده باشند. در روزهایی که بیماری کووید 19 در تاجیکستان گسترش می‌یابد و طبیبان از مردم می‌خواهند در منزلشان بمانند، کارمندان اداره منزل در شهر خوجند خانه به خانه گشته از مردم پرداخت قرض منزل را طلب دارند. مسئولان اداره منزل میگویند در چنین شرایط برای پرداخت ماهانه کارمندان که به دزینفکسیا کردن بیناها مشغولند مجبورند که از ساکنان مبلغ جمع بیارند. با این همه همصحبتان ما از حساب ساکنان خوجند میگن بحث اساسی سری مبلغ
مبلغ دزینفکسیون نیست و اگر مقامات واقعا به آن محتاجند باید راههای آلترناتیوی به دست آوردن آن را پیدا کنند، چون به تاکید ساکنان خوجند خانه به خانه گشتن کارمندان اداره منزل خطر پنشوی بیماری کووید 19 را در میان مردم بیشتر میکند. ولایت سوغد یکی از نقطه های آسیب پذیر در گسترش کرونا ویروس در تاجیکستان است. اولین حالت های مرگ شبهناک هنوز در آغاز ماه اپریل در همین ولایت آشکار شده بود، هرچند مقامات در آغاز حادثه های مرگ شهروندان را از التیاب شش میگفتند. در یک مشورت اخیر نزد رئیس ولایت هم به کم کردن روای ساکنان بین خوجند و نویه های منطقه، خانه نشینی و رعایت شدن فاصله گذاری اجتماعی را توصیه دادند. خانه به خانه گشتن نه تنها در ولایت سوغد بلکه در دیگر منطقه‌های تاجیکستان نیز صورت گرفته است. در ادامه موضوع کرونا ویروس کشورهای اروپا و آسیا با تدریج کرانتین و گوشه‌نشینی را سبکتر میکنند. مثلا در آلمان بازی‌های چمپیونات فوتبال در لیگ عالی از سر گرفته شدند. در همین حال صورت کرونا ویروس در برزیل به طور فاجعه بار زیاد شده است و این کشور با 230,000 مبتلای کرونا ویروس و یا کووید 19 در جهان به جای چهارم برآمده است. عموما در سراسر دنیا 312,000 نفر از این بیماری فوتیده، 4,600,000 نفر رسما گرفتار بیماری کووید 19 به شمار می روند. کارشناسان باور دارند که رقم واقعی بیماران خیلی بیشتر از آن می باشد. انتظار می رود که فردا در یک پرواز مخصوص جسد مهاجران تاجیکی را که در روسیه با سبب‌های مختلف افتیدند به تاجیکستان بیارند. در این باره شام دیروز رئیس فدراسیون مهاجران روسیه میخائیل کوژنوف در یک صحبت ویدیویی خبر داد، اما معلوم نیست که این هواپیما چه تعدادی از مهاجران افتیده را به وطن انتقال می‌دهد. به قول کوژنوف حالا بعضی از نزدیکان مهاجران تاجیک هلاک شده در روسیه جسدها را تا باز شدن مرزها در سردخانه نگاه می‌دارند. همزمان کوژنوف درباره پرواز هواپیماهای چارتری به دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز تاکید کرد. او گفت به ازبکستان پرواز 2 هواپیمای در نظر است که باید مخصوص مهاجران ازبکی که در بازداشتگاه موقتی قرار دارند به وطنشان برند. همچنین دیروز طریق هواپیمایی که روسیه برای آوردن شهروندانش تشکیل کرده است از قزاقستان از روسیه اکثرا زنان و افراد نیازمند شهروند قزاقستان را با خود برده است. میخائیل کوژنوف درباره سوال زیادی مهاجران وابسته به صحنه باز شدن مرزها گفت که در این باره هنوز چیزی معلوم نیست و یقینا تا آخر ماه می یگان نوگانی را در رابطه با باز شدن مرزها بین کشورها از جمله تاجیکستان و روسیه نباید منتظر بود. بینندگان عزیز، اگر شما خبری و یا عکس یا نوار نادری دارید که میخواهید از آن دیگران هم آگاه باشند، پس آن را توسط وایبر و یا واتساپ یا تلگرام به ما بفرستید با رقم +420 724 056 681. یادآور میشوم این تلفن برای گرفتن عکس و ویدیو و مواد از شماست، نه زنگوی تلفنی، و اگر مواد را ما دریافت کردیم حتما با شما تماس بگیریم، در صورتی که اگر ویدیو فرستاده شما قابل استفاده در آزادی ویدیو باشد. دیروز در کابل پرزیدنت افغانستان اشرف غنی و رقیب او در انتخابات پرزیدنتی ماه سپتامبر سال گذشته عبدالله اختلاف‌ها را کنار مانده در سازش تقسیم قدرت امضاهای خود را گذاشتند. همین طریق بنبست سیاسی افغانستان که از زمان اعلان نتیجه ها در ماه اپریل به وجود آمده بود احتمال رفع شود. تفصیلات این موضوع را در برنامه خبری در دوام روز امروز پیشنهاد شما خواهیم کرد. خب، وکیل مدافع عبدالله غربتی خبرنگاری آسیا پلوس از مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خواسته است که او را زیر حمایت دولتی بگیرند. غربتی شام 11 می هنگام رفتن به خانه در نزدیکی بازار کاروان دوشنبه از سوی 2 نفر ناشناس مورد حمله قرار گرفت. وی باور دارد حمله به کار خبرنگاریش ربط میگیرد. وکیل مدافع عبدالرحمن شریپوف به مقامات وزارت کارهای داخلی گفته است پیشتر هم چند نفر ناشناس تلفنی عبدالله غربتی را تهدید کرده بودند و باید هویت آنها و ارتباطشان با حادثه اخیر معلوم کرده شود. عبدالله غربتی 17 می به رادیو آزادی گفت تا زمانی که آن افراد یافت نشدند حیات من در خطر است و امکانی دوباره حمله کردنشان وجود دارد. از این خاطر من خواهش کردم که مرا زیر نظارت خود بگیرند کارمندان پلیس. و باید گفت که مقامات میگویند قضیه را بر اساس ماده اوباشی تحقیق میکنند.
خب امریکا در نوبت خود در رابطه با این قضیه هم اظهارات داده بود و گفته بود که باید اونایی که این ابلاغ غربتی رو لط و کوب کردند بازداشت شوند. خب یک خبر دیگر نیز داریم از بازار کاروان، انیخترش از تاجران بازار کاروان که آنها شکایت میکنند که بعد 2 هفته بسته شدن بازار آنها فعالیت خود را میخواهند رسما قطع کنند و من در این باره بینندگان عزیز به شما در دوام روز یعنی در سرخط خبرها معلومات خواهم داد و در آخر صحبت برایتان از قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان میگیم که از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است. $1 10 سومانی و 26 درم است، یک یورو کمی بیش از 11 سومانی ارزش دارد و امروز قرب 1000 روبل روسی 138 سومانی و 80 درم تعیین کرده است. بینندگان عزیز این چند خبری تازه بود که من خواستم در این صبح بر وقت روز دوشنبه برای شما بگم و البته خبرهای بیشتر از این هم دارم که طوری هم گفتم 30 ساعت بعد بازم در اختیار شما خواهیم گذاشت. ما شما رو منتظر هستیم در پخش مستقیم. تا آن دم خود را احتیاط کنید و تشکر که با ما هستید.